گفت یه بار دیگه میریم وایسا. خب آقا درود، امیدوارم کارتون خوب باشه. خوش اومدین به سومین ایونت بوم. سناریو گادفادر کیوه با 10 تا پلیر خیلی جذاب. قبل از اینکه بریم واسه نقشه و پیک و این داستانا، پلیرها 10 ثانیه فرصت جنگ روانی قبل بازی دارن، به نوبت صحبت میکنن. حالا ببینیم چه سناریویی تو ذهنشون هست صحبت میکنن. از آرمان عزیز به سمت آقا محسن، بفرمایید. سلام بچه‌ها. سریع صحبت کنم که من ترجیح همینه که سناریو که بیشتر بازی می‌کنیم الان بازی کنیم، چون یکم ذهنم خسته است. درگیر نقشای جدید دوست ندارم بشم، حالا چه مافیا چه شهر. من ترجیح همینه که مافیا بشم، یعنی حتی خودم گادفادر بشم یا آرام انتخاب کنم. اگر گادفادر شدم همتون که دوست دارم، ولی مهران 4 رو برمیدارم با امیر بالغی. چطور این ستونای من؟ عشق میکنم داریم امروز با هم گادفادر کیو بازی میکنیم. اگه گادفادر باشم احتمال اینکه بین مذاکره تکاور یا نماینده انتخاب کنم. بعید میدونم باسپورس انتخاب کنم، تو اینا انتخاب میکنم. بعد تیم اپ مافیاییم هم نمیگم، یعنی شاید تو لحظه یه تیم اپ مافیایی خوبی در بیارم. حرفاتون رو گوش میدم، طی حرفاتون اگه گادفادر شدم تیم اپ میچینم. سلام بر همگی. من که ترجیح اینه که شهرمند بشم. خیلی خستم، نشات شب یک بشیم لذتشو ببریم. ولی اگر مافیا شدم ترجیحاً سردست و ته دست رو بر میدارم. اصلا کاری ندارم کدوم پلیر نشسته. به نظرم سیت پلیر خیلی تأثیر گذاره توی جمع کردن بازی. یعنی سیت اول و آخر اگر دست مافیا باشه بازی جمع میشه. اگر گادفادر بشم حسام محقق و شب یک شات میکنم. سلام بچه ها. منم داشتم به سیت فکر میکردم. من خودم بیشتر نظرم بود که حالا خودم چهارم 9 و 10 رو بردارم که اگه بتونم خودم مثلا سیف رد کنم تا اون 8 تا یک مقدار خوبی گره درست میشه، چون قبلی ها حسابی همو میزنن. اگه برای بردم بخوام برم مذاکره، به نظر من اصلا مافیش قوی تره. مذاکره انتخاب میکنم. اگه برای برد نخوام برم چیز دیگه بخوام برم، نمیدونم، خودم متخصص اینا بازی نکردم، نمیدونم چه جوریه، ولی همین. درود بچه ها، خوشحالم قرار باتون بازی کنم. دوست دارم، خیلی دوست دارم گادفادر بشم، ولی دوست ندارم پیک بشم. اگه پیک شدم به مافیا بود زرگری و اینا، این منو کشیدین قرار تارگت بخورین از و اینکه منم دقیقا کسی مهران گفت فکر کرده بودم خواستم 9 و 10 رو بردارم و قبلش هم بزنم رو سر کله هم. بعدم یه دونم به ذهنم اومد 4 و 8 رو بردارم. مثلا 8 رو حس کردم کسی به شک نمیکنه، مثلا مذاکره بدم به 8. آره، ولی خب دیگه فکر نکنم من گادفادر بشم. یه لو دادم، سناریو هم مذاکره برام میشه. سلام رفقا. ببین من گادفادر بشم یارامو میفروشم، مافیا بشم گادفادرم هم بگیرم میفروشم. به پوزیشن ربط داره آیا خوشته، ولی چه پلیری تو اون پوزیشن قرار میگیره مهمه. درسته، پس پوزیشن صرفا نمیتونه چیز باشه. من گادفادر بشم نماینده رو انتخاب میکنم. مثل همین امیر بالغی میخوام ببینم که خواهد صحبت کنه همونو، یعنی ضعیف ترین رو انتخاب میکنم توتون نسبتا، همونم میفروشم تا ته بازی میمونم، دستم تو کیاس میگیرم. اینجوریه بچه. و همین 7 رو نگرش میدارم خوشته، میخوام باش روپایی بزنم، این 10 رو شات میکنم. سلام بچه ها. ماهی که فک شهروندیش تولید شده تا اینجا، چی موهی رو دیگه بر نمیداریم. من همین 2 و 4 رو میخواستم بردارم با سناریو تکاور، ولی سینا فلا ور میدارم میکنمش بیرون. حالا بین 2 و 4 کدومو ور نمیدارم به جای سینا رو ور میدارم دیگه نمیگم اونو بهتون. بچه ها سلام، خیلی مخلصیم.
خوبین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرسی از آریو بابت دعوتش. من اصلا حوصله ندارم چیز کنم، خیلی انرژی بذارم، یعنی مافیا هم شدم یا کشیدینم همینجوری ریلکس یه دو سه تا فکت میارم. آره ریلکسم. بر همین گادفادر شدم سناریو مذاکره رو انتخاب میکنم که تیمو نذارم لادر. راستش نهایتا خودم میخوام برم دیگه، مذاکره بفروشه سفید شه. ولی خب نظری که دوستان دادن استفاده میکنم حتما. اگر گادفادر شدم مهران رو میگیرم میکنمش مافیا ساده اول، میفروشمش پوینتشو میگیرم، استعلام منفی دیگه. دیگه حالا اگه در میاد مهران بچرخ آقا، من بازی خوبی باشه. سلام بچه ها، خوشحالم با همتون بازی میکنم. ببین من غیر تکاور و باسپورس اون بقیهشون رو هر کدوم احتمال داره انتخاب کنم. نماینده بازی نکردم، دوست دارم دفعه اول امتحانش کنم. باس مذاکره کلا سناریو خوبیه، متخصصم سناریو جذابیه، دوست دارم. این ستا رو هر کدوم بشه باحاله. به نظرم با همه بچه ها میشه ترکیبای خوبی چید. پس زیاد فرق نمیکنه. حقیقتا من دوست دارم با همه بچه ها مافی بشیم، تیمای باحالی در میاد. پس اونقدر چیزی ندارم بخوام انتخاب کنم. همین. نه محسن انتخاب میکنم، بذار محسن شهروند شه، از همین دارم کس انتخابش نکنه. بسیار آقا درود، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. به نظرم بازی جذاب میشه. امیدوارم که با آرامش فکتای خوب جاری بشه تو بازی. من واقعیتش میخوام نماینده رو انتخاب کنم. به نظرم سناریوی جذابیه، برای مافیا خوبه. باسپورس تکاور که اصلا هیچی. مذاکره هم به نظرم یه خورده اون تکتیر اندازش ستم، وگرنه به نظرم سناریو خوبی. ولی من نماینده رو قطعا انتخاب میکنم. پس نماینده شد به من تارگت بزنید. نکست. آها بگم کیا انتخاب میکنم، یادم رفت اینا رو هم بگم. به نظرم حالا همتون که مافیاتون خیلی خوبه به نظرم، ولی سینا فردا رو من قطعا انتخاب میکنم و آقای نوامبر. مرسی. گادفادر لطفا سناریو انتخاب کنه. بچه سناریوی بازی نماینده شد. خب گادفادر لطفا یاراشو انتخاب کنه. من به کسایی که مافیا شدن قرار نیست بگم گادفادر یا یاراتیان، خب، ولی گادفادر تو معارفه یاراشو میشناسه. این دیتایی که گادفادر تو معارفه داره است، معارفه است، معارفه داره. معارفه اوکی. عادیه، انگار شهروندان نقشاشون رو گرفتن، مافیا هم نقشاشون رو گرفتن. تنها تفاوتی که داره اینه گادفادر یاراشو میشناسه. گادفادر دیتای یاراشو داره، میدونه که مافیان تو بازی. خب گادفادر سناریو هم سناریو نماینده انتخاب کرده، یاراشو انتخاب کرده. میریم برای روز معارفه. گادفادر یاراشو میشناسه ولی یاراش گادفادر رو نمیشناسن. شهروندان پیک گرفتن به این منظور که نقشای شهروندا خودشون انتخاب کردن که چی دوست دارن باشن. از سر صحبت به روایت زیو عزیز از آقای آرمان بفرم. سلام بچه‌ها، آرمانم. خوشحالم باهاتون بازی کنم. امیدوارم که یه بازی پرفکر استدلال رو با هم داشته باشیم. آخر بازی هممون حالمون خوب باشه. مرسی از آریو و علی بابت جمع کردن و روایتش. ترجیحم این بود که بازی سناریو مذاکره باشه ولی الان نماینده است. ولی خب این ایجاد شده رو میپذیرم و امیدوارم که بازی هم خوب باشه، چون خودم همیشه سیت یک شهروند شدم تا جایی که یادمه. اکثرا خودم حداقل خوب بازی کردم. حالا آخر بازی شاید بازی رو نبردیم ولی خودم خوب بازی کردم. این بازی هم شهروندم، امیدوارم که بازی با ساید شهروند بازی رو ببریم. با دیتایی که قبل بازی گرفتیم پس توی یما موهی میتونه مافیا نشسته یا حتی گادفادر نشسته باشه. عرفان نوامبر هم سناریوی جدید دوست داره. پس نمیدونم عرفان بازی کردی نماینده رو یا نه، بازی نکردی، پس تو هم حادث مافیایی توی بازی گادفادری داری. حالا صحبت های شما رو بیشتر گوش میدم توی بازی.
چطور این ستونای گنگ بوتونای سنگ امیر بازی هم عشق میکنم از این که داریم دوره هم مافیا بازی میکنیم. ببین باید تو نوامبر و سینا و محسن به نظرم مافیا باشه یا حتی یما. این حرفای اینا رو خوب تو بازی گوش میدم. آره تو چجوری فهمیدی الان آرمان یک قطعی شهرونده؟ چون فهمید تو سناریوی جدید دوست داری؟ آره این نمیتونست مافیا باشه خوب حرف بزنه. تو که اکتات مشکوک عرفان نوبت. حرفای شما رو خیلی بیشتر گوش میدم. سلام دوستان، خوشدلم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم، ازتون چیزهای جدید یاد میگیرم. آیا امیر بالغی، این فکتی که آوردی فکت مشکوکیت آرمان داخل بازی بود که باهاش نوامبر رو تارگت کردی، درسته؟ یعنی آرمان نباید این حرکت رو میکرد، این حرکت اشتباه بوده که خیلی ساده انگارانه به بازی نگاه کرده. امیر بالغی از نظر من مشکوک بود داخل بازی. امیدوارم آقای حسام محقق داخل بازی مافیا باشه. حسام موافق اگر مافیا شدی منو شب یک شاد کن. سلام دوستان، مجددا خوشحالم با تو بازی. ببین ببین آرمان رها نبودی خیلی تو موقع صحبت کردن. اه، خیلی ساده انگاره گفتی که با توجه به حرفای قبل بازی پس 9 و 10 توشون مافیاست. خب ممکنه چون همه گفتن 9 و 10 از اون نکست لول هم زده باشن دیگه. امیر کسی که این سناریو انتخاب کرده تو رو خیلی در مزن اتهام قرار داده. من خیلی با اون اگه شهروند شدی خوب صحبت کنی، چون مثلا تو هم میتونستی انتخاب بکنی، هم به نظرم گزینه خوبی بودی که انتخاب بشی برای این سناریو. ببین موهی آخرین جمله‌ای که گفت این بود که من سناریو نماینده میخوام انتخاب بکنم. من فعلا یک روز گول این کنسر رو میخورم که نرفته این سناریو انتخاب بکنه و از اون برم کسی که این سناریو انتخاب کرده بره مستقیم متشکرم. موهی رو انتخاب بکنه یک روز فقط. درود بچه ها، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. کسی منو رو اکتا مافیا داره؟ من یک و ده قفل کردم. خب پس این سه تا گادفادر باشن پس منو پیک نکردم. منو کثیف میکنم میدونم مافیا کیه. من آرمانو که حس خوب گرفتم. خوشدل به نظرم مافیا پیک نمیکنه، چون قبلش گفت دوست دارم شهر باشه. میره که پیک میکنه که انرژی خوب داده به دیگه. مثلا چرا خوشدل پیک کنه؟ مهران و محسنم به فکت اینکه استلام مثبتن دیگه، یعنی پیک کنه اینا. به نظرم راهنما میره استلامشون رو میگیره. نظرم 4 هم زیاد تارگت خوردن قبل این بازی شروع شه، پیک نمیشه. من روی این حساب. ولی یما میتونستم پیک بشه چون مایکای آخر بود. مثلا یه دونه یما پیک بشه. خود امیر بالغی رو خیلی حس مافیایی گرفتم. اصلا دوست نداشتم دیالوگاتو. فعلا همین. یه مینم متشکرم. در خونه من، یه مین در خونه من بذاری لطفا. سلام رفقا، سینه بازی، امیدوارم بازی خوبی باشه. به نظرم تو مافیایی، منو نماینده میکنید، من 10 محسن رو میارم بالا و رأی میدید. نه، با توجه به حرفایی که زد 5 نوامبر، نه 5 نوامبر نمیدونم چون میتونه مافیا باشه. چون 10 و زود قفل کردی. تحلیلی که قبل تحلیل نداشته آخه، چون مبنا بر اینه که آقای 1 رو و 10 رو تو نمیتونی قفل بکنی آقای نوامبر، چون مثلا فرض رو بر این بذار یک آرمان شهروندیه یا مافیایی که نخواسته اون سناریو نمایندگی کنه چون واسه سخت. اوکی، این فکت درست، میتونی چیز کنی، قفل کردنی وجود نداره. پس در مورد قبل خودم چیز ندارم، چون آقای محسن به نظر من مافیاست تو این بازی. آقای محسن چون 2 نفر تو این بازی گفته بودن نماینده، اونم خودم و خودت، و تو به منو نماینده میکنه، آقای محسن میاد بالا. همین در مورد این قضیه صحبت میکنیم. متشکرم. سلام بچه ها، خیلی خوشحالم با تو بازی میکنم. امیدوارم بازی خوب باشه. ببین من یه دیالوگی کردم تو معارفه با سناریو، گفتم ماهی فک شهروندیش تولید شده. چرا اینو گفتم؟ گفتم اگه 1% مافیا بشم این فکت شهروندی محسن نشه. این چی میگم؟ یعنی پیک بشه. پس مشکوک هست برای من محسن شماره 10. حالا سینا فلا، تو معتقدی که 10 بر اساس حرفی که زده قبل از بازی
سناریو نماینده رو میخواد انتخاب کنه پس مافیاست. خب اون اگه گادفادر باشه تو رو هم انتخاب کرده دیگه. یعنی به نظر من اگه با اون ذهنیت تو بخوایم بریم جلو تو هم آدز مافیایی داری. مشکوک بودی مهران. به نظر تو همین حرفی که تو زدی در مورد محسن ساده انگارانه نبود؟ متشکرم. یعنی به نظرم حرفت عجیب غریب بود، یه ذره خورده ای که از آرمان گرفتی خودت هم انجام دادی. متشکرم. سلام بچه ها. سلام که کردیم قربانشون سلامت باش. خیلی این فکت ها رو نمیدونم، کسی من رو انتخاب نکرده، گادفادرم نشدم، طبیعتا انرژی من پایین بود، کسی انتخاب نکرد. ببین حسام چجوری آخه هم سینا فلا هم مهران رو با هم میزنی؟ یکیش محسن رو میخواد فردا بیار بکنه بیرون، یکیش فکت شهروندیشه. پس اینا رو انتخاب کردن به نظر، درسته؟ گادفادر که نیست تو اینا. پس گادفادر هم نباشه نظرم 4 رو نباید میزدی. حالا مهم نیست، یعنی موافقت ندارم. سینا آیه سینا فلاح میخوای 10 رو بدی بیرون فردا نماینده است، چیز نماینده بشی 10 رو بدی بیرون هنوز حرف نزده؟ چه جاله. خب 5 برای چی بود اونم حرف نزده قفلش کرد؟ 5 رو کار نداری؟ ولی 10 رو میخوای بده بیرون. خیلی جالب. متشکرم. من به نظرم تو 2 و 6 مافیاست. سلام بچه ها، بازم سلام. نیما هم شهرونده، باز خوشحالم با همتون بازی میکنم. من که سناریو سومم بود، احتمال اینکه گادفادرشم انتخاب کنم خیلی کمه. پس حتی اگه انتخاب شده باشم کارگاه میتونه با اون عشقش بیاد استلام منو بگیره، اون شهروند صد میشم تو بازی. اوکی. توی آرمان و امیر که قطعی مافیاست. اصلا مگه میشه شما اینجوری بیس اون جفتتون بازیتون رو استارت بزنین؟ پس بین شما دوتا که یه مافیا میکنم بیرون. چون از روی پوزیشن سیتم به نظرم یه دونه بین شما انتخاب میشه. نکته دوم که خیلی روش تمرکز میکنم اینه که سفت معارف تارگت زدن همدیگه رو، یا از یه سمت سفت زدن، اگه یکشون خون مافیا دوم میرم میکنم بیرون. چون به نظرم آدم که انتخاب کنه سفت بزنه گادفادر هست. مثلا امیر خوشدل اون تارگت که اونجوری سفت به حسام زدی عجیب بود. مثلا این سینا فلاح من احتمال داره فردا مثلا گردن بگیرم خودم بکنم و بازی بیرون. خیلی تارگت های سفت بی منطقی زدین، یعنی نمیتونستین تا بعد خودتون انقدر سفت تارگت بزنین. به نظرم میتونه از رو دیتا باشه. بزن حالا آدز زرگری رو اصلا روز یک باز کنین، یه همچین حسی دارم. اما بین آرمان و امیر که یکیتون رو میکنم بیرون، یکیتون قطعی مافیاین. حالا اون که شهرونده با هم دیالوگ کنه شاید بخشیدمش، غیر اون جفتتون رو باز میکنم بیرون. متشکرم. درود رفقا، محسنم، خیلی خوشحالم باهاتون. ببین امیر، دیتای زیادی به بازی نداری، یعنی دیتا شهروندی تو نریختی وسط. من نفهمیدم تو شهروندی. امیر بالغی این از تو به نظرم مشکوکی. آیا خوشدل به نظرم تو مافیایی، چون یه دیالوگی رفتی با حسام بکنی خود همونو توپق زدی. یعنی مثلا اون دیالوگ هم که اصلا نیاز نبود بگی، همونم توپق زدی. شه به نظرم که استرس داشتی، آمادگی مافیایی هم نداشتی ولی انتخاب شدی. به نظرم چهارم گاتفادر باشه نمیدونم. ببین حالا فکت سینا فلا رو گوش بدیم فردا میکنیم. من الان 2 تا نمایندگی دارم، آقای مهران، آقای نوامبر و یما هم که تو میخواد گردن میگیره. الان 3 تا نماینده شدن. این از فکت تو گوش بده. سناریوی سینا فلا قبل بازی گفته من میام برای فروش. اوکی، این گادفادر نشده، این توسط گادفادر انتخاب شده. فکر کرده من گادفادرشم یا من یارشم، این فکر رو کرده. همین اول اومده تارگت اول زده، سفت زده که بیاد مثلا بفروشه. پس سینا فلا قطع به یقین مافیا بود. متشکرم. قطع به یقین سینا فلا مافیا بود. 3 تا نمایندگی فعلا دارم، به نظرم نماینده میشم آقای سینا فلا و تو رو روزی یک میکنم. متشکرم. شب میشه.
روز میشه. همه تفسیر بدید مایکتون بفرمایید از نفری. چالش برای عرفان بعد از من صحبت کن. به عرفان اگه می‌خواستی مین بذارن جلوت، یعنی میخوای شات شب بشه دیگه، یه مافیا رو با خودت ببری. به نظرم باید تمیزتر از این بازی میکردی. خیلی تمیز نبود از نظرم، حالا معرفه ولی بیشتر حالا گوش میدم. ببین یما جان، تو از نظرت کسی که خیلی سفت تارگت بزنه تو معارفه آدز مافیایی داره؟ آره، تو خودت که میخوای یک و دو رو بکنی بیرون تو بازی. نظرت چیه؟ خود راجع به این دیالوگ نظر نداری؟ های موهی، شما هم لایک دادی به فکت موهی به یما، گفتی این میخواد اینجوری بکنه بیرون، لایک دادی میتونن جفتشون مافیا باشن. خودت هم که همین نظر رو دادی. های سینا فلاح ها بکنی بیرون، فرد گفتی خودت همین نظر رو دادی دیگه. پس فکت قوی نیست که شما اینجوری میخواین صحبت کنید. ببین آقای مهران شما 4 سطحی یا نمیدونم نگران، اون جمله‌ای که شما گفتی متشکرم. ثانیه قبلش صحبت کردیم که یه دیتایی به دست بیارین دیگه. تو به سادگی قبول کردی که مهیا میتونه. مرسی از چالش. من آرمان رو امروز هم شهروند دارم. مین گذار اگه دید من تو سایدشم مین بذاره، مجبور نیست بذاره. ببین من دیالوگ که گفتم دیروز و الان برمیگردم، گفتم 4-2 4-10 پیک نمیشن. فکر کردم میتونن حتی گادفادر بشن اینا، پس الزاما نمیتونن شهروند بشن. ولی موهی و خیلی مافیایی نگرفتم. مهران یه ذره برام مشکوک بود صحبتاش. موهی 6 به نظرت مافیاس اینطوری بعد خودش رو میخواد بده بیرون اینقدر وقیه؟ نمیدونم. متشکرم. نمیدونم. یه ترور هم انگار داشت این سناریوش. به نظرم تو قطعی مافیایی. میدم یما بعد، نه میدم یما بعد من صحبت کنم. نه رو بهم برگردون. ببین نوامبر، تو به نظرم قطعی مافیایی. خب تو چی الان کلیم نقش شهروند ساده کردی، جلوت مین بذارم بعد بری بیرون؟ این که رفت شهروندی نبود. تو به نظرم قطعی مافیایی نوامبر. ببین خوشدل، تو روز معارفه متوجه شدی آرمان ترن مشکوکی داشت، درسته؟ و کار آرمان رو من نباید میکردم. بعد من مشکوکتر بودم. تو نقطه ای تحلیلت آرمان بود، بعد من مشکوکتر بودم. نمیدونم، حرفت برام مشکوک بود همین خوشته. علی رز هم من مشکوک داشتم روز معارفه. تو به حسام گیر دادی که نباید به مهران تارگت بزنه، بعد شیشه برات مشکوکه. من چرا مشکوک بودم؟ 2 و 6 از کجا اومد؟ مثلا out of nowhere 2 مشکوک. تو به نظر من مشکوک بودی. 9 و 10 هم با هم شهروند نداشتم، یعنی تو روز معارفه نفهمیدم متشکرم. جفتشون شهروندن. اینا رو گوش میدم باز امروز حرفشونو. من موهی رو متشکرم. شهروند دارم، تارگت داشتیم میتونستی به من تارگت بزنی. آقا فکتی که آوردم خیلی واضح بود، گفتم صحبتاشو نشنیده نمیتونی اینجوری سفت تارگت بزنی. دو وجه داره، اگه گادفادر باشه که یارشو دیده میتونه زرگری شروع کنه، اگر پیک شده باشه برای کسی که سناریو رو انتخاب کرده سفت تارگت میزنه، یا شهروند نماییه یا میخواد زرگری رو شروع کنه، اصلا معارفه به تارگت بزنه که با هم آنچین بشن. خیلی فکتش واضحه. کسی که سفت میزنه آقا، یا موقع شهروند نمایی کنه بگه آره من زدم به این کسایی که احتمال داره سناریو رو انتخاب کنه، یا هم آلردی از معارفه چینشون رو میشکنن دیگه، صفر با هم تارگت میزنن، فردا زرگری یکی رو میکنن بیرون. خیلی استدلال واضحه. نمیدونم چی رو متوجه نشدی آرمان. متشکرم. چالشم برای علیرضا بعد از من صحبت کنه. من بین امیر بالغی و تارگتش قطع به یقین داخل بازی مافیا دارم. آیا امیر بالغی، این فکتیری که من آوردم برای ذهنیت تو بود داخل بازی، نه برای ذهنیت خودم داخل بازی. یعنی تویی که میخواستی به عرفان نوامبر تارگت بزنی باید اول از آرمان خورده میگرفتی. من که همچین کاری نکردم داخل بازی. به نظرم آقا یما داخل بازی شهروند. این یما باید برو بازی شهروندی مافیایش کار کنه داداش. من تو لب باز کنی متوجه میشم. متاسفانه یما از نظرم شهرونده. بین نوامبر و بالغی من امروز سایت میگیرم. آیا یما تو به یک تارگت زدی یا نه باش دیالوگ کردی؟ نفهمیدم. چون یک به تو تارگت زد دیالوگ کرد. ببین آیا امیر، شما تو 19 نفهمیدی کی مافیاست، درسته؟ به یک هم تارگت نزدی. یک امروز پاشد تو 9 و 10 تارگت زد، جایی که مسیر تارگتی هم اونجوری نداشت، ولی 9 و 10 رو تارگت زد. 5 نوامبر رفت موضع این یک آرمانو برد بالا، برد تو صف، گفت کاورش میکنم. بازاری اعلام موضع ریزی هم رو 9 و 10 داره. تو چجوری اومدی با 5 ساید گرفته گفتی بنظرم 5 مافیاست؟
5 داره لوکیشن رو ضعیف میکنه. اون 9 و 10 که تو نفهمیدی مافیاست، چجوری 5 برات مافیا بود؟ فکتایی که میارم خیلی مشخصه های امیر، نمیتونی دیسلایک بدی، چون تو 9 و 10 متشکرم. نفهمیدی کدومشون شهروندن. این 5 داره موزه 9 و 10 رو میاره پایین. نه بهت میدم بری بیرون. متشکرم. چالش میدم به حسام بعد از من صحبت کن. ببین من یما برام مشکوک بود تو معارفه. یما تو لزوم دیدی که درباره این صحبت کنی که چرا خودت مافیا نیستی؟ من خودم سناریو که گفته بودم توی قبلش تو ذهنم این بودش که دقیقاً برعکسش اجرا بکنم که بعد بیام بگم که من به خاطر این مافیا نیستم. اینکه لزوم دیدی بگی من به خاطر این مافیا نیستم، من مشکوک بودی. ببین امیر تو 3 5 8 تا زدی، آرمان 4 9 10 رو زده. یه چیزی بعد به آرمان میگفتی، تو تهش گفتی یه 9 و 10 هم مشکوک داشت، چیز شهر نداشتم. یعنی صرفا سر این شهر نداشتی نمیتونستی به آرمان چیزی نگی، باید یه چیزی به آرمان میگفتی. آره. برای همین من فعلا تو من مشکوکی، 9 هم همچنان مشکوک، با اینکه 3 گفتش که مثلا نیست، بعدا اگه فکت چرندی باش بیار. ببین موهی که اومد 3 رو زد، قبلش 5 برای 3 فکت شهروندی بود، کسی هم 3 رو نزده بود. به نظر من نمیومد با نقش مافیایی بره کسی رو بزنه که هیچ کس روش مشکوک نیست. این فکتر من براش دارم حقیقتا. و باز یه چیزی که امیر من حس میکنم این 3 نفر که توشون خیلی مافیا نیستن، 3 5 8 باز بعد مشکوک تر میشم حقیقتا. حالا متشکرم. با حرفا بشنوم. ببین اما این فکت که میاری فقط باید بگی این سینا فلاح یا اونایی که تارگت صفر میزنن که میخوان سایدشون جدا کنن، گادفادری، آدز گادفادری باید بذاری فقط براشون. چرا؟ چون فقط گادفادر یاراشو میشناخته که میخواست سایدش جدا کنه. اونا که نمیشناختن یاراشون که نمیشناسن که. پس تو این اصرارت به این فکت کار درستی نیست اگه شهروندی. ببین نوامبر توی معارفه یه چیزی گفته بود کیا منو مافیا دارن، یه عده دستشون آوردن بردن بالا. گفته بود تو اینجا گادفادر نشسته. چرا؟ الان هم اومد گفتش که نه، میتونن اونا گادفادر باشن. اصلا این منطقش فقط وقتی میشست که خودش مافیای پیک شده باشه، بگه خب اینایی که دستشون آوردن بالا برای من مافیا گادفادر نیستن که منو پیک کردن دیگه. با متشکرم. این فکت میتونست بگه اونا گادفادر نیستن. متشکرم. چالش میدم یما. خب منم همین بود منظورم دیگه. گفت اگه منو بذاری مافیا، این 1 2 6 میشناسن یارشونو، اگه بذارن مافیا. حالا نمیدونم، مهم نیست. این بالا قلعه امروز با کی میخوای سایت بگیری؟ خب پس میری بیرون. یه تارگت داشتی من، 3 به بعد رو کارت من به تارگت زد، 4 بت زد، 8 زد، 9 هم زد. بعد منو قفل میکردی با اونا سایت میگرفتی. بعد میگی من شهروند سادم چون گفتم مین میذاره جلو من. میگه فقط جلو شهروند ساده میذاره مین گذار، نقشای دیگه مین مگه نمیذاره؟ فقط این بود برا من دیگه، چه ربطی داشت؟ الان برای چی میخندی؟ میگه فقط جلو شهروند ساده میشه مین گذاشت. بعد 5 تا تارگت بک زدی، منو زدی، 3 8 9 و 10 که به چیز زدن، معارفه زدن. بعد میگی تو 9 و 10 من شهروند ندارم. من کسی اونجا گفت بس تو شهروند داشته باشی. من بهت رأی میدم دیگه، یا به من رأی بدی من بالغی رو وصیت میکنم، فرق نمیکنه، چون دیگه اینجا نباید منو میذاره. متشکرم. من دیگه توضیح نمیدم، فقط این گادفادر روش مافیای عادی باشه رو گفتم. حسام موقع تو نفهمیدی دیگه نمیتونم من هر ترنم سر این مصرف کنم. آقا من محسن، علیرضا، عرفان، خوشدل، آرمان تهش یه مافیاست. 2 تا مافیا بین امیر، مهران، سینا، حسامه. امیر بالغی الان عرفان ازت پرسید باید این 4 رو میگفتی دیگه. قطعی مافیا دارم 4. همین الان با دیالوگ کرد گفتش بین 3 5 8 من مافیا ندارم، اینجا تارگت نزن، اینا رو شهروند دارم. چی شد الان؟ 4 متشکرم. چیه برات داداش؟ بین 2 4 6 7 2 الی 3 تا مافیاست. متشکرم. میدم به یک آرمان بعد من صحبت بکن. آیما فهمیدی 10 شهروند، این 5 گفته مین جلوی خونم باشه، توی 1 و 2 دنبال مافیا نیستی، توی 3 4 6 7 2 تا مافیا داری، 3 نداری، تو 2 4 و 6 و 7. خب پس امروز رأی میدید با آقای یما. آقای یما متوجه شدی؟ مگه دیروز نگفتی زرگریه؟ مگه دیروز نگفتی من آدز زرگری رو واسهتون باز میذارم؟ فک شهروندی 10 چیه؟ فک شهروندی 10 چیه تو این بازی؟ متشکرم. یه رأی میدید به آقای یما، یه رأی میدید به آقای 10. نماینده منو میکنید، آقای یما رو میارم بالا، با محسنم میارم بالا، یعنی متشکرم. نماینده 5 آشتی میدم بهتون. 5 نوامبر قفل نکن. نوامبر متشکرم.
اینا تو بیس مافیای موهی برو تارگت کن دیگه. اه، با اون جمله هم که معارف من اعتماد نمیکنم به داداش. تو یکی رو اصلا موهی یا یما یارت آخر بازی میخوای بشینی به ریش ما بخندی. آیه مهران شماره 4 تو 3-5-8 به نظر شهروندن تو بازی، نظر خیلی شهروندن. این آیه امیر بالغی شیطان رجیمه تو بازی، نمیخوای تارگتش کنی، گفته تو 3-5-8 به نظرش پر مافیا است، نمیخوای راجع به ما اظهار نظر کنی. امیر خوشدل تو بازی مشکوکه به نظر، ترناش محتوا نداره از نظر امیر خوشدل، سری ساید 2 و 5 رو قبول کرد متشکرم. به 3-4-6. آقا چالش رو برمیگردم مهران، بعد من صحبت کن. من با عرفان نوورمبر ساید میگیرم. عرفان نوورمبر با همین فکت معارفش توی معارفه معتقد بوده که گفته کیا شهروند بوده دیگه، گفته کیا منو مافیا دارن. خودش شهروند بوده، گفته تو اینایی که منو مافیا دارن گاتفادر نشسته. با فرض شهروندی خودش نمیتونسته بگه اینا توشون گاتفادر نشسته، فقط با فرض مافیایی خودش میتونسته بگه اون تو گاتفادر نشسته، پس خودش مافیاست دیگه. تو مگه شهروند نیستی؟ تو با نقش شهروند چجوری فهمیدی تو تارگتات گاتفادر نشسته تو معارفه؟ من ساید میگیرم آجی، این مگه میشه همچین متشکرم. چیزی رو نفهمید؟ من برم. آرمان، من که همین حرف رو زدم به امیر، گفتم که سر این تارگت هم دوباره تارگت میکنم. چی هست خوردی از من گرفتی؟ یمان سه چی رو داری؟ سر چی داری؟ یمان سر نمیدونی چی داری؟ ببین تو توی این خط کشی که کردی، خب اگه سر مشروط داری بگو بین 2 3 4 6 7 سه تا مافیاست، ببند دکو. اگه هم سه رو شهروند داری دیگه بگو تو شهروندات بذار. سه رو هیچی داری تو؟ عجیب بود. ببین من یه فکت نیمچه شهروندی برای نوامبر دارم. نوامبر تو معارفه منو نزد، خب متشکرم. فرداش اومده بود گفت میبندم. فرداش گفتش که مهران مشکوکه. این باگ به این بزرگی به نظر من به اون مافیا نمیاد بده. نمیدونم. آیه امیر خوشدل بفهم. مرسی بابت چالشت. آیا آرمان، من به امیر بالغی و نوبنبر با هم تارگت زدم، جفتشون تصمیم گرفتن همدیگه رو تارگت کنن. متوجه شدید داخل بازی فکت شهروندی منو؟ ارزم به حضورت که از نظر من مافیا داخل بازی شهروند شده. چون اگر بخوایم بین حسام محقق، نوونبر و امیر بالغی یه دونه مافیا بگیریم، بین آرمان، مهران و علیرضا یه دونه مافیا بگیریم، من به ارور میخورم متشکرم. داخل بازی. چرا؟ بین سینا فلا مویی هم یه که بگی دیگه تمام. خیلی فرق نمیکنه اونجا با مافیا هم باشه آخه. این اون باشد اونو زد، اون گفت من نماینده کنید اینو میکنم بیرون. این گفت تو 2 4 6 7 دوتا مافیاست. عجیبه. نمیدونم همین چیزایی که میگی خیلی کلیه، من نمیفهمم دنبال چی هستی های فردوسی پور، حقیقتش نفهمیدم. ارزم به حضورت که ببین نوامبر ارفان یه چیز مشکوک داشتی، مثلا تو گفتی از کارت من به امیر زدن، یعنی ما رو مشکوک داشتی پس ذهنت، بعد گفتی پاشو اونا رو تا خب بعد میگه خودت میگفتی امیر قد به نظر ما کسایی هستیم که از رو کارت تو زدیم به امیر، گفتی منو نواد میزدی اونو، بعد چرا گفتی من میرم بیرون؟ تو با این موضع بالایی که داری اصلا عمرم بری بیرون داداش. 2 نفر گردنگی یا 4 5 تا کاور حمایتت میکنیم، حتی میبریمت مجلس اگه بخوای نمایندت میکنیم. یه چالش بدید دمی بالغی بنده خدا ببینیم چی میگه. آره بازی در متشکرم. نمیاد. آقا من چالش هم میدم امیر بالغی صحبت کنه. مرسی آقا. حرفای عجیب غریب داریم میزنه. علیرضا خیلی مشکوکه به نظر من. به نظرم بین آرمان و مهران هم مافیا میتونه باشه. خب ببین مهران توی ترن خودش مسیر آرمان رو به من داده دیگه، درسته؟ بعد آرمان هم تو ترنش میتونه اینجا به نظرم مافیا باشه. میدونی مهران لزومی نداره من آرمان رو تارگت کنم. آرمان تارگت های منو نه کاور کرده نه مافیای منو دریوری گفته به نظر من. حالا نوامبر توی ترن دیدیم وقتی گفت سایده لایک داد.
وقتی گفت بین خودش و امیر بالغی لایک داد، رسید ترنش خودش دوباره میپرسه سایدت داره با که تو که شویی. به نظر من تو شو خار مادری عرفان نومنبر. این از تو. متشکرم. مطمئنم توی علیرضا، مهران، موهیما باید مافیا باشه. این خوشدلم نمیدونم فعلا. من حقیقتا علیرضا فکت در مورد تو آورد خیلی دوست داشتم. این فکت اگه خودم آوردم. خب من علیرضا خیلی شهروند دارم. آرمانم تا حدود 90% دیگه میگیرم شهروند. خب اگه شهروند و موافقم به نظرم یه نمایندگی بدیم به محسن. استدلالش چیه؟ محسن معارفه تارگت اکتی زیاد خورد. امروز یه نفر به محسن تارگت نده. یه سینا فلاح تارگت زد که رو ننگ و غیرت بندمون زد به مهی تارگت. خب یه دونم بدین به عرفان نومبر، چون به نظرم کل تارگت های روز یک از روی عرفان نومبر میگذره. عرفان تو باید سایدت امروز باز کنی، باید. چون ببین یه سری یاد به تو تارگت میزنه یا تارگت تو رو تارگت میزنه. میدونی چی میگم؟ آره، نه 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 نه، تو باید ساید تو باز کنی. اصلا امکان نداره تو برای فرار از تارگت هم شده به امیر. نه امیر بالغ دیسلایک میدی نومبر شهروند شد. من اوکی، به منم نمایندگی بدیم، من تو رو میکنم بیرون، بعدش عرفانو متشکرم. میدم بیرون. بچرخ. چالش میدم به سینا فضل بعد من. سینا فضل چالش رو باید میدی به من. من تو بازی چالش نگرفته بودم. حس میکنم مافیایی. یعنی این فکت مافیاییته که من چالش نگرفتم. تو رو مثلا تو شعبان بودی، خودم که میدونم شعبان، بعد چالش به من میدادم تو رو میکنم. پس این فکت مافیاییته. به نظرم تو مافیایی. ببین من خودم امروز عرفان نوئمبر رو شهروند ندارم. یعنی چالش سر صحبتش مثلا که دوباره آدز مافیایی دارن 4 و 10 اصلا بیخود بود. بیخود چالش گرفتی اون چالش. حالا گوش بده، من خودم یما رو شهروند دارم، علیرضا رو هم شهروند دارم. یه مافیا تو 2 5 7 به نظرم اینجا یه مافیاست که امروز باید اینجا رو باز کنیم. امروز باید تو 2 5 7 سایت باز شه. 7 شهرونده، برو همون دو رو تارگت کن. 7 شهرونده، برو همون دو رو تارگت کن. خود خوشدل چی میگه؟ میگه که به نظر من مافیا شهروند شده. خب پاشو منو تارگت کن، پاشو یما رو تارگت کن دیگه. چرا تارگت نکردی؟ منو یما رو چرا تارگت نکردی؟ پس خوشدل هم به نظرم مشکوکه. بره فعلا بره. نمایندگی من که میدم به یما یا علیرضا. حالا ببینم کدومشون بیشتر رای میاره. متشکرم. آیه محسن، این یما تو رو کاور کرده. خب پس یا باید بگی که تو رو یه باشه، بعد بگی آقا من تو رو بیس مافیام دارم چون تو قطعی منو گرفتی. پس بعد بگی یارای من تو این 2 5 7 دادن که هیچ کدوم به من چالش ندن تو 9 و 10 بزنم. حالا با فرض این که یما شهروند باشه، این نوامبر اومده با 5 سایت گرفته. یعنی چجوری تو 2 5 7 یک مافیا داری؟ خب پاشه تو 2 5 7 یک مافیا، یما رو شهروند داری. 8 علیرضا که نداری که. سه و که دیروز تارگت زدی، امروز یما کاری به این سه نداره. هفته با 5 سایت گرفته، 2 با 5 سایت گرفته، بعد بگی 5 قطعی شهرونده. این دو رو بعد بکنی بیرون. پس تو ارور خار مادری. تو 1 و 4 هم که مافیا نداری. این یما متشکرم. یا مافیاس یا مافیا کاور کرده. اینجوری باید بهش بگید. من رأی نمایندگی میدم به 5. اوکی. اه، از مایک یک شروع میکنیم. هر کسی یک نفر رو به عنوان نماینده انتخاب میکنه و من میمیسم ببینم کی بیشتر رأی میاره. اه، بذاریم من چی چک کنم. اوکی. آرمان 2. امیر بالغی 7. خوشدل 9 انتخاب کردی. یه ذره لک داری. مهران 2. اوکی. نوامبر 1. اوکی. سینا 5 رو انتخاب کردی. اوکی. حسام 2 رو انتخاب میکنه. علیرضا 1 رو انتخاب میکنه. یما
میدم به عرفان نوامبر. عرفان نوامبر. 2. محسن. میدم به آرمان. بالای آرمان میشم. آرمان. خب نماینده اول میشه امیر بالغی. نماینده دوم میشه آرمان. اوکی. خب یه دونه نیم شب میریم، همه ویدیوشون ببندن، همه تصویر بدین. اوکی. اول امیر میگه کیو میاری؟ باید نشون بده. خب 50 ثانیه باید صحبت کنم توی ترنم میگم. مهران به من رأی داد، آرمان به من رأی داد، یه رأی 3 داشتم ندیدم کی بود، خود امیر خوشدل بهم داد. نه حسام به 1 داد. نه حسام به من دادی. اوکی. من نوامبر رو میارم بالا. نوامبر تو باید بیای بالا به نظرم. آه... نه یه ثانیه واسه یه ثانیه واسه. به نظرم تو مافیا بودی میدونی، ولی علی یما. اوکی تایم تموم شد. کی یه ثانیه آوردی؟ واسه. من عرفان نوامبر رو میارم بالا. اوکی آرمان صحبت کن. 50. ببین حقیقتا ترنای امیر خوشگل واسه من مشکوکه تو بازی. وقتی که محسن بود درست بود، گفت کسایی که شهروند شدن به نظرش مافیان، عملا باید یا یما رو تارگت کنه یا محیا. باز رأی نمایندگی شد داد به یما، تنها کسی که داره شهروند شد حداقل 9 و 10 بودن. ترن 3 یه روزه یکی هم سری ساید امیر بالغی و عرفان نوامبر رو قبول کرد. عرفان تو هم رأیت به من عجیب بود. تو امیر بالغی میخواد بکنتت بیرون، تو رأی نمایندگی تو به من دادی که من رأی دادم به امیر بالغی. خیلی عجیب بود. چرا؟ متشکرم. انتخاب کن. من سینا فلاح میارم. اوکی. اوکی. 5 نوامبر کاور برای 5. نه به مهران که نمیدونم رای دادی، به 2 منو بده بیرون. کاور میخوای؟ میدم علیرضا. اوکی علیرضا کاور این. کاور برای سینا فلا. حسام. خب علیرضا اول صحبت میکنه، 50 ثانیه بعد حسام. آقا ببین بعضیا دارن پشت دست امیر، یعنی امیر رو کردن نماینده، درسته؟ گفتم بیا مثل امیر خوشتل، مثل مهران اینا، بعضی هم جلوی امیرن. حالا تو این سایدا عرفان نوامبر سر صحبت پا شده 10 و کاور کرده که همون 9 هم کاور 10 داره، 10 کاور 9 داره، فرق نمیکنه. رفته به جنگ این آیه امیر، الان برگشته، یعنی این 9 و 10 داره تارگت میکنه، اومده تو ساید امیر که حالا تا قبل از اینکه 3 و 4 بهش تارگت کنن ساید ضعیف‌تر بود به نظر من، چون من بودم اینور اینا. پس این اینورا یار نداره، یعنی نه تو 9 10 به نظرم یار داره، نه تو 1 و 2. پس یار این سینا فلان که یارش نیست، پس متشکرم. یارش باید تو 3 و 4 باشه که اینا هم بازپرسی رو چیزی رو دادم به 2. به نظر من عرفان یار نداره با این حرفی که زدم به. حسام برو. مهران تو اگه شهروندی و نوامبر مافیاس خراب داری میکنی بازی رو با کاوری که گرفت. تو نمایندگی داد 2. ببین حرف سینا فلات درست‌ترین حرف بازی بود. میگه یما یا مافیاس یا داره مافیا کاور میکنه. چرا؟ یما 1 3 5 8 10 رو با آدز یه مافیا شهروند داره، اصلا اعلام هم نکرده، گفته اینا شهروندن. تو 2 4 7
تو 2-4 هفته که هممون الان 4 هم رأی نمایندگیشو داده 2، همه با هم مافیاییم یا سینا فلاح مثلا یار ماهاست، همه تقریبا یه سایت شدیم داریم این ور رو تارگت میکنیم. خب این حتما اگه شهرونده داره مافیا کاور میکنه حتما این اتفاق افتاده. به سینا فلاح که اصلا رأی نمیدید چون درستترین حرف بازی رو متشکرم. زده تو ترن خودش. خودشون باید دفاع کنم فکر کنم. اول عرفان. ببین من یکو که 2 بار شهروند کردم یارم نمیشه. 3 نفرم که رای دادن امیر بالغی نماینده بشه جایی که سایت ضعیف بود که تک تارگتش منو بیاره بالا. خودم هم که با 10 سایت گرفتم. یمارم که مافیا ندارید، علیرضا هم که مافیا ندارید. این سینا فلان من یار من بود گفت قفل نکن. این حسامم که من سایت گرفته. من حسام فک شهروندی داره چون امیر بالغی هر چی باشه نمیاد با من سایت بگیره. من رای نده حسام اگه شهروندی. ببین آقای موهی من گفتم 4 و 10 معارفه میتونن شهروند باشن دیگه. خب من مافیا باشم اینا تو دیده باشمشون باشون تیم میشم شهروند پوش میکنم. اگرم برعکس باشه بهشون تارگت نمیزنم. ببین آقای موهی گفته نوامبر مافیا رأیش میده به 1. من که کل برآینده روزم این بود گفتم 1 شهرونده چجوری به مافیا من رسیده. بعد میگه تو 1 2 7 بیافتیم به جون هم. یعنی اینجا ما بیافتیم به جون آقای موهی لذت ببره. اگه من رأی آوردم به وصیت من موهیو میدید بیرون بعدم آقای مهران رو میدین بیرون. مگه میشه این آقای مهران برام فک شهروندی بیاره بعد رای بده به 2 که منو بده بیرون. میخندی آقای متشکرم. مهران؟ اینا. مثلا منو بس چی آوردی بالا آرمان؟ به تو بگم مافیا؟ من اومدم رأی نمایندگیمو دادم به 5. 5 چی کار کرده وقتی 10 صحبت کرده؟ گفته 2 و 7 قفلن. آقای 10 منو بگیره بیس مافیاییش توی 2 5 7 واسه من یار میتونه تصور کنه که 7 رو رفته رو گردن 5. 2 گفته 5 مافیاست، 7 گفته نه من یه کاری به این سایت میدم تو 2 و 7. این دهه چجوری رأی چیز داده به تو، نمایندگیشو داده به تو؟ من و نوامبر باید تو یه سایت باشیم. چرا تو یه سایت؟ این نوامبر گفته 10، من دارم میگم 10. بس چی من آوردی بالا؟ متشکرم. رأی هیچ نمیدید، رأی اوکی. نمیدید. دو دوست صحبت کردن. اوکی. رأی گیری میکنم. اول برای نوامبر بعد برای سینا. یه رأی تست میگیرم. چند نفر به راوی بازی رأی میدن؟ 1 2 3 فریز. دیگه تا قبل 3 بیارید بچه ها، این رأی تأخیری میشمارم. رأی گیری میکنم. چند نفر به پروژه فریزه؟ اوکی. چند نفر به نوامبر رأی میدن؟ 1 2 3 فریز. 3 رأی. چند نفر به سینا فعلا رأی میدن؟ 1 2 3 فریز. 3 رأی. اوکی. هیچ کدوم حد نصاب نیاوردن. رأی آقا به کجا میریم؟ آقا کجا میریم؟ من باید رأی خیانت اعلام کنم. در صورت اعلام میشه رأی خیانت. درسته خانم ماری؟ بذاری خانم ماری بله چک بله. بشه. اوکی. رأی خیانت رأی کاهشی روی تارگت آرمان بود، پس تارگت آرمان 2 رأی شمرده میشه. شب میشه. با اعلام من روز میشه. بریم بالا. خوش آمد. در شبی گذشت خداحافظی میکنیم با حسام. پس بده. اوکی. صحبت ها رو شروع میکنیم از ته دست به همراه چالش. میدم به سینا بعد من صحبت. بچه ها آقای خوشتل نگفتی یما رو شهروند داری چی بود؟ از یما بازی نکردی رای بدی آقای سینا؟ چه بازی نکردی؟ نظرم تو مافیایی، سینا مافیاست، خود ارفان نومبر هم به نظرم مافیاست. اگه ارفان نومبر شهروند بود خب یه رای به رای امیر اضافه میکردم، درسته؟ پس شهروند نبود. آقای ارفان نومبر هم به نظرم مافیا داره چه اینه؟ هدف این نظام شهروند نیست.
من شوام. مثلا فرض کن من و 5 با هم مافیاییم. من 3 رأی داشتم، بایستی بگیری کسایی که به نوبر رأی دادن رأی خیانت رو گذاشتن رو دو، یا بعد میگفتی که گذاشتن رو دو رأی خیانت رو که بخواد این معلومه دو بخواد 5 رو بگیره، ولی یک رو نمیدونستن قراره و یک قرار بود بین 3 8 10 بیاره بالا. درسته؟ ورشته من آورده بالا. توی 1 9 10 دو تا مافیا نشسته. حالا فرض کن من رأی 4 رو می آوردم، این یکی رأیش کسر می شده، یه دونه رأی کسر می، پس باید بگی یارای من توی 3 4 8 نشستن. باز هم به باگ میخوره آقای محسن. تو باگ خار و مادری، تو چجوری فهمیدی باید به یک رأی نمایندگی تو بدی؟ چجوری فهمیدی؟ متشکرم. چالش میدم به آرمان. خودت باید بگی آرمان مافیاست، تارگتاش هم مافیاست که گذاشتن خودش رو شهروند کن، خیانت رو خودش گذاشتن که شهروندش کن. اصلا خیلی بی منطق بود. دیروز هم ایرور خوار مادر بود سینا فرلا، امروز که سینا فرلا میره بیرون. ببین محسن، من نمیتونم به عرفان تارگت بزنم. این 1 4 7 رأیشون دادن امیر بالغی اینو بیاره بالا. خوشدل خود امیر بالغی و علیرضا بهش رأی خروج دادن. یارش اگه مافیا باشه یارش میره سینا فرلا، بین من و تو یارش میشه. چجوری میگه نه؟ یعنی یا خود عرفان و مافیا داری بین 1 و 4 یه دونه یار براش باید بذاری، بین من خود سینا فرلا یه یار برات بذاری، چون متشکرم. 6 نفر دو بهش رأی دادن. مگه میشه مافیا باشه؟ نه، همین سینا فلاح رو بکنیم بیرون. به نظرم سینا فلاح باید میرفت بیرون. متشکرم. من بین خوشدل و سینا فلاح میخواستم بیارم بالا. چون سینا فلاح راجع به امیر خوشدل باید اظهار نظر کنه، این خوشدل هم راجع به سینا فلاح باید اظهار، یعنی دوتا باید مسیرشون از نظر هم تو روز یک به هم میخورد، چون خوشدل 9 و 10 و به نظر شهروند بودن، سینا فلاح تو 9 و 10 دنبال مافیا میگشته. من اسم یه خوشدل رو آوردم یا آقای سینا فلاح، آقای علیرضا. من آقای سینا فلاح اسمشو نیاوردم که از رأیای من کم شده. خب من مافیا بودم یه پوش میکردم دیگه، حداقل یکی آوردن نماینده شدم، یه پوش میکردن دیگه. من 3 و 6 رو فقط اسمش آوردم. متشکرم. امیر خوشتا صحبت کن بهم برگردون. برو. مرسی، من صحبت بکنم. فکر کنید آقای امیر بالغی شهروند با آقای نوبمبر شهروند وارد دفاعیه شدن، نه تنها مافیا رأی خیانتی اینجا داخل بازی نذاشته، بله که ما که شهروند بودیم رأی خروج کشیدیم اینجا داخل بازی و آقای عرفان نوامبر از بازی خارج نشده. پس این آنتی فکت نداره. آقای موهی، من به یما گفتم شهروند داخل بازی، ولی نگفتم با ذهن یما بازی میکنم، من با ذهن خودم داخل بازی میکنم. از نظر من عرفان نوامبر قطع به یقین داخل بازی مافیاست. متشکرم. عرفان نوامبر که شهرونده. خب به نظر من عرفان شهرونده. دیروزم فک شهروندش آوردم. کیا رأی دادیم به عرفان؟ من تو رأیای دو عرفان مشکوک زیاد دارم. یعنی حالا امیر بالغی رو بذارم کنار، تو سوده که به نظر من دیگه اینجا مافیاست، چون آیه امیر بالغی این آیه 10 منو شهروند کرد رو اینکه فکت برای تو آوردم، این 9 به من گفتن شهروند که فکت برای تو آوردم. خب من شهروند کردم نوامبر رو دیگه اینجا قبول نکردن، کشیدن زیر نوامبر. مگه میشه همچین چیزی؟ پس حالا اینو میذاریم کنار. به نظرم ساید تو 6 و 10، یعنی ساید واضح بازی تو 6 و 10. اینجا مافیا، همتون اینجا مافیا دارید، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ پس تو 9 تا اینجا رو باز میکنیم، چون آیه موهی زیر 2 نفر کشیده داره باکس میکنه، سینا هم داره 3 4 نفر میزنه. سینا فقط میگی 10 تمام. برو. متشکرم. میدم به 4 بعد من. به تو که نمیدم محسن. ببین فرض کن آیه آرمان من مافیا میدونم 2 اومده بالا، میرم به خودم گادفادر یا میرم به گادفادر میگم رأی خیانت افزایشی بذار رو رأی 2، یعنی 5 نوامبر رو میخوام پوش بکنم. حالا فارغ از این که قرار من تو بیام بالا یا 3 بخواد بیاد، درسته؟ پس من مافیا باشم باید به 2 بگم رأی خیانت افزایشی بدم بهت، چون قرار معلوم نیست تو قرار کیو بیاری بین من یا اونو که. درسته؟ آقای 9 و 10 فهمیدن شهروندن تو این بازی، مافیاشون منم.
خب چرا رأی دادید به این یکی؟ من خودم دادم به این 5 که گفته 10 مافیاست، 2 و 7 که دیروز 7 کاورم کرده که تارگت نداشتید. اومدم گفتم بی خیال به این کاری ندارم. حالا من گفتم تو ترن خودم 2 و 5 کاری به هم نداشته باشین. چجوری آرما من آوردی بالا؟ من مافیا باشم باید بگی 9 10 خودت شهروند، 2 و 5 که با هم گردن هم میگن به من تارگت زد بگی شهروند. یار من تو 3 4 8 2 تا مافیا انتخاب کن. 2 تا مافیا انتخاب کن. داری؟ تو 3 4 8 امروز 8 گفته. داری کیه مافیای من؟ 3 و 4 یارای منن. فقط پس نوامبر میری. ببین یارای من به تو رأی دادن، یه یار گادفادر به من رأی نمیده که رأی من کمتر از متشکرم. تک باز من ایجاد بشه. متشکرم. ببین بچه ها، دیروز حسام سینا رو کاور کرده. الان سینا داره میخوره. نباید موضعش اینقدر پایین باشه وقتی یه شهروند میدونیم کاورش کردن. سینا، حالا با تو دیالوگ میکنم. رأی کاهشی روی تو بوده، برای همین تعداد مافیا زیادی شو نمیکنن چون تو نمیرفتی بیرون. برای همین شاید 10 شهروند باشه، یکی اگه مثلا بخواد مافیا باشه، چون مثلا میخواستن سایدش باز نشه کاهشی گذاشتن. خب حالا واستا نوامبر، من علتی که به 2 دادم به این خاطر اینکه 2 اسکن با تو آشتی کرد، میخواد 9 بده بیرون. میخواستم 2 9 رو بیاره بالا. پس اگه شهروندی من کاری نداشته باش. 9 قفله. چرا 9 قفله؟ من 9 خیلی مافیا دارم. حرفتو گوش میکنم. 9 من 9 کیا شهر دارن؟ چقدر عجیب. ببین من 6 فعلا نمیذارم بره بیرون چون که حسام کاورش کرده حداقل. بازم بهت میگم سینا، توی 1 6 10 که الان رای گیری بودم زیاد مافیا نیست چون که رای کاهشی گذاشتن متشکرم. تو پوش نمیشی. باشم بخاطر سایت در نیاد. متشکرم. من میدم به بالغی بهم برگردون. ببین سینا فلا تو ساید من بود دیگه، تو دفاع منو کاور میکرد. مگه آقای سینا یما رو مافیا نداری؟ این 3 قفلش کرده، چرا مسیرت از 3 نمیگذره؟ از قضا به منش اولتم رأی 2 داده. چه تو تارگتات نیست این شماره 3 آقای سینا؟ بعد آقای خوشدل، این سینا به من گفته بود رأی ندین تو دفاع، فهمیدید من شهروندم، چرا به اون رأی 2 ندادی؟ آقای خوشدل فقط به من رأی 2 دادی. این مویا مافیاس، خوشدل امروز تارگت نمیکرد، میذاشت منو پوش کنه دیگه، اومده پوش کنه، چرا خوشدلم چیز کنه؟ ببین آقای بالغی، فرض کن من مافیام تو شهروندی دیگه، این هفتم شهروند بوده اومدم پوش کنم، خب چه فرقی میکنه؟ یا با تو سایت میگم یا با هفت دیگه، چرا بگم با 10 پوش کنم؟ شهروند با شهروند فرق نمیکنه برام. این فرق شهروندی من. به نظر من 3 4 6 چینم، ولی من 3 رو امروز میخوام بدم بیرون. هم تو از رو هوا به من رأی داده. متشکرم. نه، بازی که دیگه از عرفان گذشت دیگه، اصلا به عرفان تارگت بزنین خودتون رو شو میکنین. نه، ساید بازی بین خوشدل و محسنه، اصلا اینجا باید رأی بدیم. به نظر من فقط خوشدل و محسن، هیچ جا دیگه رأی نمیدیم. فقط امیر خوشدل و محسن میاد بالا دیگه. محسن دیروز زیر هر دوتا رأی کشید، اوکی. خب محسن مشکوک، امیر خوشدل هم مشکوکه دیگه. امیر خوشدل اعتقاد داره بین من و نوامبر مافیا وجود داره. نه 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 نه، تو میای بالا. نه تو میای بالا. بازی از نوامبر گذشت، تموم شد. دیروز باید میکردنش بیرون دیگه. بیاد بالاتر من کاورش میکنم. دیروز باید میرفت، تموم شد. این اگه مافیا بود رأی خیانت بالا واسه من بود احتمال زیاد. چون حالا بذار بهت بگم، یک حسام شهروندی داشته اینو میکرده بیرون. منم کارت خودمو دیدم شهروند. نمیتونه عرفان نوامبر به متشکرم. نظرم مافیا باشه، توی پوزیشن مافیا نبود، یا اینکه مثلا بهش بگی گادفادر. نه، متشکرم. محسن و خوشدل رو من امروز رأی میدم. سینا برو. ما شماها نمیدونید انگار سناریو رو. اصلا فرض کن من با خوشدل مافیاییم. چرا نوامبر تو قراره من اومدم گفتم 2 و 5 کاری ندارم، رأی افزایشی نذارم روی رأی 2 که با 3 رأی 4 رأی خروج پیدا بکنی، فردا پوینت بگیرم، بخوام 9 و 10 کسایی که به تو رأی دادن بکنم بیرون. نمیتونی منو تو چین بذاری. 4 رو نمیتونی. 8 چیه؟ 8 گفته یه سایت تو 6 و 10. به من داره دیالوگ میکنه 10 ها بکن بیرون. نمیتونی تو 3 4 8 6 بخوای بگی 2 تا مافیا حضور داشته باشه. 1 9 و 10 ترجیح دادم بدم به 1. ترجیح دادم رأی نمایندگی، من که نماینده تو رو انتخاب کردم، 1 انتخاب نکردم که. به 2 ندادم که تو رو بیاره بالا. کیا به این 2 نماینده دادن که تو رو بیارم بالا؟ این نوامبر باید بگی تو اونا مافیاست. حسین بیاد بالا بره. متشکرم.
من برم محسن، من به خاطر این چالشم برگردونم به 6 بعد برم، نباید برمیگردونم به 6. چرا نباید برگردونم؟ چرا برای تو به من چالش دادی؟ 6 به من چالش داده، چه حرفیه؟ ببین امیر، این فکتی که میگی فکت مافیایی نوامبر میشه، هفته میخواسته بکنش بیرون. خب یه دونه افزایشی روت بزنن که هم تو کثیف بشی هم هفت کثیف بشه. چرا دیسلایک؟ چرا دیسلایک؟ ببین من نوها رو خیلی مافیا دارم، ولی یه دیدم میگن شهروند، دیگه کارش ندارم. اوکی میرم روی این سمت. سه میخواد با 5 سایت بگیره، بگیرین دیگه. اونجا من قطعی مافیا دارم. 3 و 5 بگیریم با هم یه سایت. اه، من بازم فکت دارم میگم، اینکه کاهشی گذاشتن روی شماره 1 توی رأیگیری 1 6 10 نباید زیاد مافیا باشه. وگرنه چرا بیان مثلا اون 2 نفر پس کن آقا مثلا میگم شیشه شهروند باشه، چرا بیان شو بکنن متشکرم. 3 و 5 نفر رأی میدن. چالش من برمیگردونم به علیرضا بعد از من صحبت بکنم. نگاه کنید بچه ها، امروز باید تصمیم بگیرید بین من و عرفان نوامبر داخل بازی مافیا نشسته. یعنی یا باید امروز من رو از بازی خارج بکنید یا عرفان نوامبر رو از بازی خارج کنید. چرا؟ آقای عرفان نوامبر دیروز داخل دفاعیه بوده است، از قضا با یک امیر بالغی سایت گرفته. از قضا ما میدونیم هیچ رأی خیانتی بین امیر بالغی و نوامبر داخل بازی نبوده است. پس احتمال زیاد آقای عرفان نوامبر با نقش گادفادر داخل بازی نشسته. این تحلیل من از بازیه. از نظر من عرفان نوامبر قطعه به یقین داخل بازی مافیاست. کسایی که من بهشون تارگت نزدم داخل بازی، یک روز با ساید من میتونن بازی کنن. اگر که ساید من 1% اشتباه بود، من بدون چالش از بازی قراره برم بیرون. امیر ببین، شهروندی میری بیرون ها، یعنی اینجوری داری قمار میکنی، الان کی میخواد باید بازی کنه داداش؟ باید پوزیشن هم در نظر بگیری. اینجوری که دک به نظر میاد تو داری میری بیرون. حالا کار به این ندارم. سینا فلا، تو اونایی که رای دو بهت دادن کسی رو مافیا نداری؟ یعنی تو یما 10 و مافیا داری، نمیتونی با نوامبر دیالوگ کنی بگی 3 رو میخوام بدم بیرون؟ نه اصلا تو از کارت شهروندی خودت باید بیای 10 و گردن بگیری. پس آیا امیر بالغی شما شهروندین از این لوکیشن 6 و 10 نمیذاری شیک بشه جایی؟ مطمئنم اینجا مافیاست. مگه میتونست امروز سینا با عرفان نوامبر دیالوگ کنه بگه عرفان 3 خب باشه 3 بره بیرون؟ 3 که اصلا به تو رأی نداده، تو از کارت شهروندی خودت باید 10 و گردن بگیری. 10 هم داره تو رو گردن میگیره. اینجوری نکن. همینجا مافیاست تموم. متشکرم. میدم عرفان بعد من صحبت کنم. آروم باشین، آروم باشین. آقا خوشدل، من بازی رو از روی سینا فلا نوامبر برداشتم که اصلا نوامبر تو نمیتونی ساید بگی. من بازی رو از اینجا بلند کردم. نه آقا دیسلایک نمیدی. یه حسام شهروندی سینا فلاح و وصیت شهروندی کرد تو بازی نیست. امروز حداقل نباید تارگت بخوره، حتی اگه مافیاست. امروز اجازه تارگت خوردن نداره. سایدت فقط با امیر خوشدل میتونی بگیری آقای محسن. فقط با امیر خوشدل میتونی ساید بگیری. مافیاش داری دیگه. امیر خوشدل تو الان اعتقاد داری نوامبر مافیاست، من یارشم، امروز دارم میگم نره بیرون، یارشم دیگه. خب تو منو شهروند داری دیگه، درسته؟ دیروز فهمیدی که با من شهروند بازی نکنی مافیا بره بیرون، پس امروز نمیتونی دیگه با عرفان نوامبر ساید بگیری. نه عزیز من، نه. آقا متشکرم. تو امروز با محسن میای بالا. نه تو امروز با چون مطمئنم اینجا مافیا نشسته. مطمئنم متشکرم. اینجا مافیا نشسته. من یه بار یه فک شهروندی خودم میارم که رأی بدیم به خوشده. منو بگیرید مافیا، محسن که یارم نیست، روز رأی داد من برم بیرون. امیر خوشدل خودش یما رو شو شهروند داره، پس یارم نیست. این علیرضا هم که الان داره باش دیالوگ میکنه، میگه این فلان بهمان یارم نیست. این سینا فلاح دیروز تو سایدم بوده، امروز میگم خودت مافیایی، زیرش خالی کردم. این خود مهران رأی داده به 2 که منو بده بیرون. خود این آرمان کاور گرفته از 6 برام فکت میاره. آقای خوشدل نوچین برام نمیتونه برام چین یار بذاره، فقط بسته من مافیام. خود آقای مویی که دیروز به من رأی 2 داده، امروز داره تو رو تارگت میکنه. آقای مویی خود این دو که منو مافیا داشت داره تو رو تارگت میکنه. آقای خوشدل اصلا نمیتونی اسم منو بیاری. یه رأی بدین خوشدل، از کارت من مافیاست. یما امیر خوشتا تو این آدز باید بذاری خود این امیر بالغی مافیاست که مافیا روش اون رأی رو نذاشته، گذاشته رو آرمان. چون از دید من امیر بالغی میتونه مافیا باشه.
یعنی از دید تو حسام محقق شاد شده، دو سه تا شهروند گذاشته رو دستمون، مافیا اصلا تو کاوراش نیست، شیشو داره کاور میکنه، میخواید سه رو بکنی بیرون. امیر بالغی این چهاره حاجی هر کی رو چین میذاره، خوشدل، نوامبر، خود امیر بالغی، سینا فلا، هر کس رو چین میکنین باید این چهاره چین منطقیش بشه. هیچ کس به این چهاره تارگت نمیزه. نه خب چرا میخوای سه رو بکنی بیرون؟ همتون منو شهروند دارین، تارگت منو نمیخواین برین بالا، مگه میشه؟ من توی 6 4 2 پر مافیا دارم آجی. توی 6 4 2 به نظرم پر مافیاست. اصلا اوکی. امیر بالغی دندقب دنج جلوش اصلا عجیب غریب بود. به نظرم خود امیر بالغی قطعه به یقین مافیاست. امروز اگه میخوایم با اوکی. ساید من باز کنیم، دور بیاریم بالا بکنیم بیرون، این قطعی مافیاست به نظرم. به بچه من روز یکم با این بوده که توی یما و موهی به نظرم مافیا نشسته. فقط موهی رأی نمایندگی به من داده. اوکی، پس اینا یار من نبودن. اوکی، اصلا دیروز تو نمایندگی نمیخواستن ساید من مافیا تو بازی در بیاد. امروز که میتونستن به من موضع بدن که سینا فلا تارگت بخوره توی بازی. امروز چرا تارگت؟ مثلا ما امروز یه شهروند میکنیم بیرون، فردا ترورمون رو میکنیم بیرون، یه شهروند یه شات میزنیم، بازی رو میبریم دیگه. چرا امروز سینا فلا تارگت نمیخوره؟ ولی امروز ساید عرفان نوامبر خوشگل رو در میاریم توی بازی. من رای میدم به این فقط به خاطر شات این آقای حسام 1% سینا فلا فعلا کاریش ندارم امروز. یه رای میدید سه خوشگل در میاد عرفان نوامبر. اوکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نفر. 4 رای تو به دادگاه به ترتیب از ته دست. چند نفر محسن رای میدن؟ 1 2 3 فریز. 2 رای. یما 1 2 3 فریز. 3 رای. علیرضا 1 2 3 فریز. 1 رای. سینا 1 2 3 فریز. 3 رای. نوامبر 1 2 3 فریز. دفاع. مهران 1 2 3 فریز. 3 رای. پشت 1 2 3 فریز. دفاع. امیر 1 2 3 فریز. 2 رای. آرمان 1 2 3 فریز. این نوامبر و خوشتل هم درباره داره. درباره داره که درباره نوامبر، درباره خوشتل. یما. آقا گوش کن یه ثانیه حرف منو. عرفان نوامبر مافیا بود به نظر من هیچ وقت نمیتونست حسام رو شات کنه. درسته، به حسام گفته شهروند، حسام بهش رأی 2 داده، بعد رفته شب حسام رو شات کرده. نمیتونی بگی دیگه. به نظرم تارگت پوش داری میزنی همین. خوشته میدونی، چون تو مسیر بازی دیگه از نوامبر خارج شده، تو اصلا باید یه جای دیگه رو تحلیل کنی. خب نوامبر مافیا باشه یارش کی میشه تو دی؟ کی یارش میشه؟ کی یارش میشه؟ این سینا فلاح یارش میشه که امروز با رأی سینا فلاح اومده بالا، یا این محید یارش میشه، یا این آرمانه یارش میشه، یا منی که دیروز اینا آوردم بالا؟ با کی یار میشه تو این دی؟ با یما باید بگی یار دیگه، یا با علیرضا یاره. نمیتونی چه براش چین بچینی. به نظرم عرفان میتونه شهروند باشه. امروز رأی ندین، خودت میره خوشته. به نظرم تو برو بیرون. محسنم که تو رو مافیا داشته دیگه، میتونی محسن رو وصیت کنی. نه من که رأی بدم به عرفان نوامبر رأی میدم، چون دیروز کسایی که رأی نمایندگیشون دادن به به امیر بالغی که نوامبر رو بیارن بالا، و کسایی که رأی خروج دادن به عرفان نوامبر، الان همه میگن امیر خوشدل بره بیرون. عرفان امیر خوشدل مافیا باشه یار خودت میشه داداش، یار خودت میشه. پس من به امیر خوشدل رأی میدم، به عرفان رأی میدم، چون شماها بازی رو از مسیرش داره خارج خیلی تو بازی فکت دارن، تو روند بازی نمیان بالا، سه رأیه میشینن، فقط خوشدل نوامبر، خوشدل نوامبر. حتی اگه اینجا مافیا هم باشه، مافیا داره شرکت میکنه، فرو فردا سفید میشه، باز شهروند از بازی خارج میشه. من که به عرفان رای میدم. عرفان تو به نظرم خوشدل مافیا بود، یار خودت میشد. شاید هم به جفتتون رای دادم. من به نظرم بین خوشدل و نوامبر، خوشدل میتونه شهروند تر باشه از نظرم. چه من دفاع. داداش یما به من که نمیتونی رأی بدی، اون به من اول تارگت زده، اون به من رأی 2 داده، من که نگفتم خوشدل مافیاست. اسمشو نیاوردم، رأی داده نمایندگی به 2، به من رأی 2 داده.
پس نمیتونی بگی من مافیا. مگه تو 4 مافیا نداری آقای یما؟ من با تو رأی دادم، آقای 4 2 رأی آورد، با رأی مویی شد 3 رأی. این 4 داشت تو رو تارگت میزد، من احمقم تو رو قفل میکردم من مافیا. نمیتونی به من رأی بدی. این آقای خوشدل چین برای من نداره، شهروندم اصلا بره بیرون. نمیتونه با این چینی بچینه. من به مهرانم رأی دادم نیومد بالا. یه برو بیرون خوشدل دی، من گرفتم مافیا دیگه. برو من وصیت. اگر به عرفان نوفمبر رای خروج ندید ازتون ناراحت میشم، چون عرفان نوفمبر داره فکت دروغ داخل بازی میاره. من دیروز رای نمایندگیمو به یما دادم داخل بازی، من به امیر بالغی رای نمایندگی ندادم داخل بازی. امیر بالغی میگی تو باید دیروز عرفان نوفمبر رو تارگت میکردی. آیا امیر بالغی من دیروز رای خروج دادم به عرفان نوفمبر. اصلا اینا رو ول بکنید. یک دیتای ارزشمند ما داخل بازی داریم که آقای شماره 7 دو تا کار داخل بازی کرده. یکی سینا فلاح رو کاور کرده، نوفمبر رو تارگت کرده. پس اصلا اشتباه بازی کرده باشه داخل بازی. ما این دیتای ارزشمند رو داریم که بین 5 و 6 باید داخل بازی اتفاقی باشد که آیه حسام محقق الان داخل بازی نیست. بر فرض اینکه کارت من داخل بازی مجهوله، پس اگر میخواید به شهروندی و مافیایی من داخل بازی برسید، همینجا باید برسید. من رو با عرفان نوفمبر داخل بازی آشتی ندید، قدرت تحلیل ندارید، اعلام موضع نکنید داخل بازی، بگید تارگتش نکن. متشکرم. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 4 حداقل رای خروج. چند نفر به عرفان رای میدن؟ 1 2 3 فریز 3 رای. چند نفر پشت رای میدن؟ 1 2 3 فریز 3 رای. شب شب. شب نباشه بالا من روز میشه. آرمان بای بای. اوکی، صحبت ها رو شروع میکنیم. این بار از وسط دست، از نوامبر میره به سمت بالا، سمت محسن. چالش مهران صحبت کن. کسی اعتقاد داره تو 3 و 5 جفت شهروندن؟ خب 9 و 10 تو 9 نفر چرا رأی نمیدی؟ خیلی ساده، چرا رأی نمیدی؟ فکت شهروندی من اینه که رأی یکای من 5 9 10 بودن. ببین من میتونم حتی ول کنم بگم 9 و 10 بدین، چون باید شهروند باید تو 9 نفر رأی بده. من اگه مثلا بخوام چین بزنم، چین نمیزنم ولش کن. ولی ببین نوبه تو الان من مشکوکی. یما تو برای چی رأی ندادی؟ تو باید رأی میدادی، تو مخواستی به 9 ندی رأی بدی، چرا رأی ندادی؟ تو من مشکوک همچنان. 10 میخوام باز بس آز شهروندی بذارم چون نمیدونم. خب چین بزن دیگه، دوست دارم من چین بزنی. چین بزن، منو چین کن با 2 نفر. بگو چین من کیه؟ یما، اون یکی کیه؟ بگو دیگه. یکی کیه؟ 2 بهم رأی خروج داده، 9 بهم رأی خروج داده، 6 بهم رأی خروج داده، خودت بهم رأی خروج دادی. چین من کیه؟ خوشتر که دیگه نمیتونی اصلا اسم منو بیاری. 3 نفر دیگه بهم رأی خروج دادن روز دوم، روز یک 3 نفر دیگه، روز دو 3 نفر دیگه. یما اگه منو شهروند داری، من با تو رأی دادم به مهران نیومد بالا. مهران مافیاست دیگه. آقا من مهران مافیا قطعی دارم. این خوشتر اگه اسم من آورد دوباره هم. یما بگیر بعد من صحبت کن، شد بهم برگرد. اصلا فرض کن توی 5 و 3 یه مافیا، درسته؟ تو 4 و 9 یه مافیا. دیروز این 8 آیه علیرضا به 3 و 5 داده، پس تو 3 و 5 مافیا دید، هیچ کدوم یارش علیرضا نمیشه، درسته؟ این دو تو 3 و 5 یار مافیا داشته باشین، یار 3 و 5 نمیشه. پس از کارت من قطعی 10 میتواند باشد. حالا اگه یما باز بگه 10 شهرونده من مافیام، یما مافیاست. این فکت رو سوپر آوردم. یک آقا فرض کن تو 3 و 5 مافیاست،
2 و 8 دیروز رأی دادن، 8 به هر دوتاشون رأی داده، این دوه تو روز اول به 5 رأی داده، گفته 5 ساید میگیرم، فردا متشکرم. با 5 ندارم، تو 4 و 9 بگیریم یه مافیا، این دهه باید بشه قطعی از کارت من. متشکرم. الان یکی از رأی خروجات رفته بیرون، یه رأی منفی هم رود بوده. تو که اصلا ول کن فعلا، تو حرف به عرفان کی رأی داد دیروز؟ رأی دو کیا دادن؟ رأی دو عرفان کیا بودن؟ 1 داد، 4 داد، 6 داد. خب عرفان، من این چهاره رو چرا نمیکنه بازی بیرون؟ اگه خودت شهروند داری. من ندارم آقا، من بین تو و خوشتل ندارم، جفتتون بهم گفتین شهروند، برام در نمیاد با من بازی. منو شهروند دارین، هیچ کدومتونم با من رأی نمیدین، مگه میشه؟ تو فقط به یه تارگت هم رأی داده متشکرم. عرفان. متشکرم. امیر صحبت کن بهم برگردون برو. به نظرم یما دیگه شورول کرد دیگه. تو فهمیدی تو 3 و 5 دیگه مافیایی نیست، خب پاش شد گردن بگیر دیگه. کسایی که اینجا رأی دادن دنبال سایدن دیگه، پاش گردن بگیر دیگه. چون بهت گفتن شهروند تو نفهمیدی، به نظرم تو مافیایی. آه... همین خوشدل که قطعی مافیاست. این دیروز باید پوش میشد اگه شهروند بود. مثلا همین خوشدل مافیاست، توی همین 9 و 10 هم یار داره. من نفهمیدم فعلا کدوم مافیاست بین 4 6 اینجا، نفهمیدم. میدونی من نفهمیدم اینجا فعلا کی مافیاست. متشکرم. ولی مطمئنم بین امیر خوشدل یما موهی خوب مرسی. مافیاست. یه ماهی مافیا باشه باید بگی تو این 53 یار داره دیگه. 5 که آنچینه بابا. خب یعنی چی اسم 5 رو میاری؟ 5 که همه که زیرش رای 2 کشتن. این از این. ببین گما تو میخوای بگی این خیلی راحت 3 و 4 با هم چین کنی ها. چون شما رو میگه امروز میخوام تارگت تو بزنم چون رای 2 ندادید. خود مهران به 3 رای 2 نداد دیروز که میخواد ساید باز کنه. مگه نه آقای مهران؟ تو به 3 که رای 2 ندادی. من رای دادم، 2 رای داده، 1 رای داده. تو سر صحبت خورده که گرفته اینی که چرا ساید باز نمی‌کنی؟ خودت میکشیدی زیر 3 ساید باز بشه. ها رای دادی، پس 4 تا بود. من یادم رای دادم با 2 با 1. چرا رای نرفت بیرون؟ چرا به 3 رای ندادی؟ تو که مگه نمیخوای ساید باز بشه؟ 3 رو پس قطعی شهروند داری آره؟ متشکرم. نه نمیشه، این دارین چرت و پرت میگید. سینا فلان به مرسی. نظرم مافیاست بابا. چالش رو برمیگردونم به سینا فلاح. آقا بذار من دیالوگ کنم. عرفان تو منو شهروند داری دیگه، درسته؟ لایک بده. امیر خوشدل تو منو شهروند داری، درسته؟ رای خروج ندادم بهت. خب درست، شما دو تومن علیرضا که تو این بازی هیچ کس تارگت نمیزنه. گوش بدین یه لحظه. من و موهی و شماره یک روز یک رای خروج دادیم به سینا فلاح، اونو شات کردیم. بین من و موهی که دوتا مافیا نیست، یعنی بین من و موهی و سینا فلاح بیشتر از یه مافیا نیست. قبول دارین یا نه؟ لایک به موهی سینا فلاح، بین ما بیشتر از یه مافیا هست. اوکی. بین عرفان و خوشدل بگیری یه مافیا سیف ساید، بین 4 و 2 یه دونه مافیا هست. سیف ساید. کسایی که من دیروز گفتم بیان بالا، سیف ساید بینشون یه دونه مافیا هست. خب رأی بدین امروز با دست منی که شهروند دارین، رأی بدین. این 2 میاد بالا، 4 میاد بالا، تارگت یکشون میگیرم میکنم بیرون. متشکرم. خیلی واضحه بچه ها، خیلی واضحه. آقا بین من و موی که روزی رأی خروج دادیم به سینا فلاح با این یکه، بیشتر از یه دونه مافیا نیست. علیرضا بذارین شهروند، کس بهش تارگت مافیا باشه برده بازی رو، آلردی متشکرم. برده بازی رو. بین عرفان خوشدل یه مافیا 2 و 4 رو بیارین بالا امروز. 2 و مرسی. 4. ببین آی یما معتقد 3 و 5 رو هیچی نداره. خب این 2 مافیا باشه تو، اصلا 2 اصلا من بیس مافیایی 2 که یار من که نمیشه که بهم چالش نده. 5 رو تو خواسته بکنه بیرون، 5 رو رای داده، گفته فراش 5 دیسکارد. حالا این 5 نوامبر گفته 3 هم کاریش ندارم، 4 مافیاست. خب توی من و خود تو محسن یه مافیا. این علیرضا دیروز گفته محسن مافیاست، امروز هم من مافیام. اینو که مافیا نداری. تو من مافیام، پس 10 که دیروز گفتی 10 مافیاست که. دیروز تو گفتی 10 مافیاست که من مافیام. خب من مافیام، چین من که یما که نیست، محسن نیست، تو نیستی، 3 و 4 3 4 6 من 3 و 4 رو کاور. متشکرم. رای بدید به من، رای بدید من تک شبینوز هر جفتشون دارم. متشکرم. چالش میدم به خوشگل. خوب به حرفم گوش ببین.
نه برگرد. حالا گوش بدید. این آقای سینا فلا بیس مافیاییش منم، درسته؟ روز یک من به نوامبر رای دادم. این چجوری تونسته دیروز به نوامبر رای بده؟ این که سینا فلا که به نظرم شد. باید یار من امیر خوشگل باشه. به امیر خوشگل رای دو ندادم. درسته؟ پس اون سینا فلا که مافیا هست. حالا گوش بدید. من تکمیل میکنم پازل تو بگم. بین خوشگل، نوامبر و علیرضا من میگیرم یه مافیا. چون علیرضا دیروز به هر دوشون رای داده. گیریم اصلا جنگ خوشگل نوامبر هم شهروندی، چون من خودم شهروندم. یما هم به نظرم شهرونده، دو تا شهروند به این دوتا رأی ندادیم. البته من روز یک به نوامبر رأی دادم. حالا این بکنم. پس بین یه علیرضا خوشگل نوامبر یه دونه مافیا. درسته؟ بین خود سینا که مافیاست. پس تو 2 و 4 دقیقاً یه دونه مافیا نشسته که من امروز امیر بالغی اگر مافیا باشه میخوام فقط 4 بکنم بیرون. این چرا آقای مهران؟ تو منو شهروند داری، آدم شهروندی برام میذاری، فکت شهروندی برام میذاری، تا چالش میگیره سینه فلایی که فقط تک تارگت داره منو تارگت میکنه. چجوری تو چالش رو میگیری؟ روز یک چالش نگرفتم، روز دو چالش نگرفتم. مرسی. امروز فقط من رأی میدم به مهران. نفر بعد. شهروندم هست مهم نیست. من صحبت کنم. نگاه کنید، من شما رو شهروند دارم. میگید به عرفان نوبن تارگت نزن، تارگت نمیزنم. ولی این امیر بالغی داخل بازی نمیتونه از نظر من مافیا باشه ها. این دیروز بازی قرار بوده به من رأی خروج بده، بکشه زیر من. خب چرا باید بکشه زیر عرفان نوامبر داخل بازی؟ این موضع خودش رو در برابر من دیروز رأی نداد به تو. آها، خب حالا یه ذره قابل بحث. عجیب غریب ها، به من رأی داد. خب آیا امیر بالغی گور خودت کندی؟ دیروز کشیدم زیر تو. میدم عرفان بعد من صحبت کنم. ببین من یه فکت مافیایی بر مهران دارم. ببین مهران روز یک بازی از من میخواست برم برای اینکه آرمان شهروند رو تارگت کنم، چون مسیر تارگت هامون با هم متفاوت بود. درسته؟ این فکت مافیایی برای تو دارم. تو کسی بودی که برای عرفان نوامبر فکت شهروندی میخواستی بیاری، روز یک گفتی خیلی مافیاش ندارم. رأی نمایندگی تو ولی به من دادی، به عرفان نوامبر هم رأی دادی ولی باز کاورش گرفتی. اینا فکت مافیاییت تو ذهن من. این از تو. ببین یما دیروز بازی کل تحلیل‌های بازی و بیخیال شد، فهمید که باید با من شهروند سایت بگیره. امروز متوجه شده بین من مهران مافیاست، یعنی متوجه شده ریاضی فقط بین من و مهران مافیاست. این به نظر من شوروله یما. خب من نمیدونم چجوری دارین چه هیچ فکت شهروندی نمیدونم، یعنی دریوری دارین میگین. با فکت بازی متشکرم. شهروندش نمیکنی. خوشدل باید دیروز با دست من میرفت بیرون. خیلی جالبه. میدونی چرا؟ چون من عرفان نوامبر رو دیروز کاور کردم، یک دونه تارگت نخوردم، خودم خوشدل رو میخواستم بکنم بیرون. این مرسی. اگه شهروند بود باید پوش میشد دیگه. من نمیفهمم آخه فکت بازی اینو داره میگه. همین. من چالش داشتم، دستتون رو بیارین پایین. ببین امیر، مگه من شهروند نداری؟ خب این 4 من رو اگه خروج داده، چرا اونو تو پس الان برات مشکل داری با بیرون رفتنش؟ ببین یما، تو مگه ماهی رو شهروند نداری؟ خب من و تو ماهی رای دادیم، مهران 3 رای آورد، یعنی هیچ مافیا شرکت نکرد. فک شهروندی بعدی من این 4 و 6 به من دیروز رای 2 دادن، یکی شاد شده، منو گردن نمیگیرم، نمیگن یکی شهروند ما رای داده چرا نوامبر پوش نشده. بعد این شیشه میگه من 3 و 4 رو فک شهروندی براشون دارم، بازم منو گردن نمیگیره. خب منو گردن بگیری، 3 و 4 منو پوش کنن آقای سینا فلا. امروز این 4 بره دیگه آقا، این 4 مافیاست. 4 بره، رای بدین 4. چالش کی میخواد؟ میدم یه ما صحبت کنه. خب عرفان نومبر، این دو شو خار و مادر تو رو شهروند داره، این دو چهاره زیر تو رای خروش کشته. من میگم 2 و 4 بیاد بالا، این داره منو گردن میگیره. میفهمی؟ نه 4 میاد بالا، 2 جفتشون میان بالا. منو شهروند دارین دی تارگت. البته بین 2 و 4 بگم یه دونه مافیا است، این شیشه میشه سیف ساید مافیا. اگه دوست داریم میتونیم فقط امروز تک دفاع شیشو بکنیم بیرون. علیرضا موافق این شیشه رو تک دفاع بکنیم بیرون؟ اصلا بین عرفان و خوشدل یه مافیا، بین امیر و مهران یه مافیا، این شیشه میشه سیف ساید مافیا. به نظر من تو رو مافیا باشی میگم بردی آلردی بازی، پس نمیخوام اصلا به تو فکر کنم. به نظرم تو شهروندی. مهیرم مافیا ندارم. میتونیم سیف متشکرم. ساید سینا رو بکنیم. اگر میگه نه 2 و 4 بیاد بالا.
6 رای نیورد 2 رو رای بدیم بالا، 4 رای بدیم تارگت کاور میگیریم یکشون میکنیم بیرون. پشت پرید. صدا تو نداریم. پشت پرید. الان چی صدام داری؟ آره الان صدا میاد. خیلی خب من ترنمو صحبت کنم. آیا اما این کل تحلیل های امروز این بودی که بین دو و چهار مافیا نشسته. اگر به من و عرفان نوفمبر میخوای با هم بگی شهروند، اینجا فقط میتونی سایت بگیری داخل بازی. من به امیر بالغی و مهران رأی خواهم داد. مهران جان اگر شهروندی ازت عذرخواهی میکنم. نمیدونم شاید فکت من داخل بازی اشتباهه یا من رو متوجه نمیشم داخل بازی. من به دو چهار امروز رأی میدم. از نظر من سینا فلاح نمیرسم محقق رو داخل بازی شات بکنه. منم خودم شهروندم، منو کاور کرده داخل بازی. اینجای بازی دلیلی نداره منو کاور بکنه. پس من به همون دو چهار رأی. چالش سینا برو. عرض کن تو ذهنایی 3 و 5 رو گردن همه، 10 شهروند خود شهروند، چین من باید بشه 2 و 4. باز هم معتقده تو 2 و 4 یک مافیاست. من مافیاست این 8 میشه یارم. دو ملق دو ملق تو باز هم داری آت میداری تو 2 و 4 یه مافیاست. این 5 گفته تو روز 2 مافیاست، گفته 10 مافیاست، گفته 3 مافیاست، امروز گفته 4 مافیاست. چجوری تو 3 و 5 مافیا نداری؟ میگی ندارم. تو 1 و خودت و من، تو خودت و من و این محسن یه مافیا داری. متشکرم. مافیا باید 8 تا گردن بگیری. 8 تو 2 تاش متشکرم. رای داده. محسن اگه شرمنده خیلی بدی. یعنی صرفا چون من چالشی گرفتم میخوام برگردونم سر این فکر میخوام من رای بده. رای بده به درک. ببین هشته که شو کرده فکت دریوری برای من آورد. ببین محسن من از اون که شیشو شعبان کردم تو رو هم نزدم، باز دارم بهت میگم. شما رو سه تا اگه شهروند باشی نه مافیا باشه به تو باختیم این بازی رو. ببین محسن مثلا مثلا چین باشه، مثلا میگم 8 و 9 یکی تو 2 و 5 میشینه دیگه. نگون 8 و این مثلا 5 و 8 دارن 9 رو کاور میکنن. 9 الان مثلا میگه ساید بین 2 و 4. خب تو اگه قبول داری بین 9 6 10 مافیا نشسته، خودت که میدونی شهروندی، 10 هم شهروندی، خب 6 رو بکن بیرون. چرا دنبال ساید اون ور جای دیگه هستی؟ اصلا دریوری میگه. میخوام دنبال ساید درسته. خب این ساید مهیا میگه بین 6 9 10 ما یه دونه مافیاست، خودش میدونه شهرونده دیگه. خب ساید درست بین 6 و 10 و شهرونده راحت بکنه 6 رو بیرون. بعد میره از اون ور دربری، از اون ور لقمه میزنه اینور که 2 و 4 بیاره بالا. نوامبر هم که نمیخواد بفهمه بعد بشه مافیا. نمیدونم کدوم تپانیه. من بعد بذارم اون که تپان تره شهرونده حقیقتا. به خاطر این چیز من میذارم که مثلا به من رأی نده محسن. با من رأی بده به نظرم به 58 و 9. ببین کیا میان بالا. متشکرم. همه صحبت کرد. رای گیری انجام میدین اک نباشه. 1 2 3 4 5 7 8 نفر. 4 رای بود داد. تأخیری هم رای نداد. من میبینید تصویرمو؟ تصویر تو دارم. یه رای تست میگیریم. چند نفر به راوی بازی رای میدن؟ 1 2 3 فریز. میبینم همچی. اوکی. یه رای گیری میکنیم. چند نفر به نوامبر رای میدن؟ 1 2 3 فریز. 2 رای. سینا فلا 1 2 3 فریز. 3 رای. علیرضا 1 2 3 فریز. 2 رای. یما 1 2 3 فریز. 2 رای. محسن 1 2 3 فریز. بینگو. امیر 1 2 3 فریز. دفاع. خوشدل 1 2 3 فریز. 3 رای. مهران 1 2 3 فریز. دفاع. نوبه شروع شد. درباره امیر، درباره مهران.
اینم علیرضا صحبت کنه. درباره مهران. این فلا. اول به کی داده بودی امیر؟ صحبت. ببین 8 من دادی. حتی آدز یاقی بودنم برای مهران میذارم. پس حالا من نمیدونم چه کار کرد. هر کسی که شیشه مافیا داره چینش 4. پس این آقای امیر شهروند روز معارفتون بوده، ساید گرفته با این آقای نوامبر شهروند، نماینده شده تو بازی ولی تارگتش رو نتونسته بده بیرون. فردا از اون شیک شده. پس اینو که نمیتونی، فردا خودش از رو تارگت اصلیش اومده کنار، رفته کسی که باش رأی داده رو گردن گرفته. هیچ موقع کسی بهش نگفته مافیا، تارگتش هم نتونسته بده بیرون. چه مافیاییه؟ دو تا شهروند که کنسه داده. پس به امیر که رأی نمیدید. اگر منو شهروند داد رأی بده 4 بره بیرون. این چه جوری گفت 5 8 9 با هم دیگه مافیا؟ من دیروز رأی تأخیر رو کشیدم زیر 5. چه جوری تو میتونستی بگی 5 8 9 با هم؟ 9 هم که رأی داده به 5. پس یه رأی بدید به 4 بره متشکرم. بیرون. تمام. آقا آخه شوملق، این 4 مافیا باشه یارش تویی. تو دیروز زیر 3 کشیدی، زیر 5 کشیدی، نرفته بیرون. امروز تو 3 و 5 مافیا نداری. این 4 با من رأی داده، هیچ کیو نتونسته بیاره بالا. چه جوری دیروز بازی با من موافق بودی؟ 10 مافیا، شاید من 10 شهروند داشتم اشتباه دارم تارگت میزنم. پس آیه محسن خوب گوش کن، چون اگر تو ما شهروند باشی این 8 قطعیه. شوملق، این 4 با من رأی داده. تو 2 و 4 یه مافیا داری، تو 3 و 5 رو 2 تا رأی داری، هیچ مافیایی نداری، تو 9 و 10 نداری. پس چین سومش کیه؟ چین سومش خب این 4 2 و 2 رأی میدیم به این 3. 5 و 9 و 10 رأی ندادم به این 3 بیاد بالا. منم رأی ندادم بیاد این بالا. چطور 4 قطعی مافیاست؟ شو ملق. متشکرم. امیر خوشدل، مهران، یما، محی بهم رأی دادن من بیام تو دفاعیه. 4 تا شهروند به نظرتون بهم رأی دادن؟ نوامبر، سینا، علیرضا، تو اینا یار میتونیم واسه من بذاریم؟ نه. حالا یه فکت شهروندی سوپر میخوام برای خودم بیارم. روز یک بازی من نوامبر تارگتم بود، داشتم ساید میگرفتم. یه حسام شهروندی با من داشته ساید منو پیگیری میکرده. من باید رأی بالا میدادم نوامبر بره بیرون دیگه، درسته؟ که بعدش یه مافیا کم بشه، اون ترورم اکتیو بشه دیگه. ایزی بازی واسه من وین بود. بعد حالا نوامبر امروز کسی مافیاش داره؟ من این شهرونده رو کاور کردم، نذاشتم دیروز بره بیرون. این از این. یعنی نه خوشدل اومد بالا نه نوامبر من اومدم بالا. خب ببین امروز به متشکرم. مهران باید رأی بدیم. به نظر من مهران رفتار شهروندی نداشته از روز یک بازی. این ترن آخرش هم برام خیلی مفیدی. آره دیگه، باید به مهران رأی بدیم. به نظرم باختیم هم فدا سرمون. بعید میدونم شهروند باشه ولی خب ببین من مافیا بلکه من رای بدیم تو که یارم نیستی. 3 که قشنگ چیز کاور منو داشت که گفته زیر ما خالی کرده. 5 که هیچ جوری نمیتونه یار من باشه. یه دونه 6 میمونه. 8 و 9 هم نمیتونم باشه. یعنی واقعا یه دونه 6 میمونه که اینجا پشت به پشت من داره بازی میکنه. این که پس نوچینی من. ببین شما 9 و 10 شما اگه شهروند باشین واقعا باید بازی ببازیم دیگه. و اولین چیزی که تو مافیا باید یاد بگیرین، حالا غیر از که مذاکره دکای دیگه، توی فرد باید رای بدین. چرا دست گذاشتین تو جیبتون تو 3 و 5 رای ندادین؟ من خودم به 5 رای دادم. علیرضا خورده میگه تو به 3 رای ندادی. من حداقل به یه طرفش رای دادم، سایدم مشخص کردم. اون دو نفری که ساید مشخص نکردن باید بهشون خورده بگیریم. باز من به محی آز شهروندی گذاشتم، گفتم تو باز میتونی شهروند باشی. من از شب مثلا از اینکه شیشو گفتم میتونه شهروند باشه سر اینکه کاورش کرده حسام، تو رو نزدم. میخوای منو بکنی بیرون، چالش هم دادم 10 بار دیگه هم باشه من چالش میدم به اون، چون من ازش چالش گرفته بودم. چیز بدیهیه این، در این هم بازی بلد نیستین. به نظر من امروز که من رای ندین. هشته که مثلا شو کرده عموما نمیخواد بفهمه مثلا مافیاست. من حتی یه آز شهروندی برای 9 بذارم مثلا بگم 2 مافیاست. به نظر من رای ندین، صبوری بکنی امروز. اه، برای من چین نمیتونیم بچین حقیقتا. ببین مثلا فرض کنیم من مافیا بودم. خب من اگه مثلا مافیا بودم خیلی اتونو میتونستم پوش بکنم. مثلا دیروز بازی بس 3 و 5 مثلا شهروند بودن دیگه. خب مثلا به زیر 3 متشکرم. رای میکشیدم، میگفتم اوکی ساید مقابلش 5 بره بیرون. مرسی. اوکی دوستان، دوست داخل دفاع 4 هدایت خوب. چند نفر به امیر رای میدن؟ 1 2 3 فریز. بینگو. مهران 1 2 3 فریز. وصیت.
پیش کرد، شو کرد. مرسی. اه، امیدوارم که 9 مافیا نباشه 3 شهروند، فقط همین رو امیدوارم. 9 مافیاست سینا؟ نیستش؟ من فقط امیدوارم 9 مافیا نباشه 3 شهروند، همین فقط امیدوارم بشه. متشکرم. شب فقط گادفادر رو تصویر بده، کس دیگه لطفا تصویر نده. اه، لطفا بیا رو مایک، اول بگو که چرا این سناریو رو انتخاب کردی، بعد خودت یاراتو بگو که تصویر بدن. مرسی از زیو عزیز و آریا عزیز بابت دعوت. سناریو نماینده سناریو است که مافیا توش خیلی میتونه واقعا خلاق بازی کنه. به نظرم این باعث شد که سناریو نماینده رو انتخاب بکنم، چون خیلی میتونی پیچیدگی وارد بازی بکنی. یارام هم سینا فلاح و مهیر رو انتخاب کردم. گفتم اول بازی من پوزیشن یارام رو انتخاب بکنم، یعنی به نظرم بهترین پوزیشن برای برد مافیا پوزیشن 6 و 10 بود. یعنی بین 1 و 10 حتما باید یه دونه یار داشته باشید. آیا حسام محققم گفتم شب 1 شات میکنم. آیا حسام محقق الوعده وفا. متشکرم. همه تصویر بدید، همگی تصویر بدید. بازی قشنگی بود. من نقشا رو براتون بخونم. نقش های بازی اول که خب گفت خودش چجوری انتخاب کرد، گادفادر شد. یاراش انتخاب کرد که یاغی شد شماره 6، هکر شد شماره محسن که هکریاش هم هیچکدوم درست نبود در اصل، چون 9 ساده شهر ساده بود، همش به 9 میزد. یک دکتر بود خودش رو سیف نداد، میتونستید یه سیف دیگه هم داشتی فکر کنم، خودش سیف ندادی شاد شد. 2 محافظ بود، 3 گادفادر، 4 وکیل، 5 شهر ساده، 6 یاقی بود، 7 راهنما بود که راهنماشو به 2 داده بود، 2 هم استلام 5 رو گرفته بود و همین گفت شهروند. مینگذارم شب 1 حسام جلوی خونه حسام مینگذاشت و این هم شات خونسا زدم. دیگه هم 10 هم که هکر بود. بازی خوبی بود، بازی قشنگی بود. یه ذره اکتا هم که گفتم دیگه بهتون، همین اکتا هم که همینجوری که گفتم بود. یه رأی آرمان هم که کاهشی کردن. تمام عکس هم بود. من